बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू डेटा टाइप्स ته صحیح مختلف درس کې ډیټا ټایپس کټګورایز کړي ول لکه بایټ شارټ انټ لانګ د دې رینج مو معلوم کړی و صحیح شو چې څومره عدد ذخیره کولای شي او سره کم عدد ذخیره کوي مثال ډیټا ټایپ دا نه وایي چې قیمت ذخیره کا مهرباني وکړئ دا غلط ته سر نه پوه شوئ داسې ووایئ ډیټا ټایپ ویریبل ته دوه شیان مشخص کوي سایز اف value صحیح ده and type of value د کوم رقم قیمت او څومره قیمت دوی چیزا را مشخص نه کړ نوع معلومات و حجم معلومات حجم معلومات د بایت است هر د تایپ حجم از او برای ما معلوم است چند بایت است ما بحث کرده بودیم بایت خودش یک بایت است 8 بیتس میشه رنج از او از منفی 128 تا و 127 مثبت عدد ذخیره میکنه خلاص قیمت ویریبل ذخیره میکنه خب variable is the name of memory location used to store value clear and what is data type is used to specify type and size of data for variable clear so we have four types of integer data types byte short int and long and now characters کرکتر بچی مانا که یک کرکتر ذخیره میکنه بطور مثال ما میم در پروگرام خود ما یک پروگرام نوشته میکنم بطور مثال 4 گرید مساوی با سنگل کوتیشن A داخلم سیمی کالن اگر ما به میره system.out.println کنیم println and then grade شد سیمی کالن run file ما ببینین یک حرف یک سنگل کرکتر ما ذخیره کردیم در کدام ویریبل در گرید خب گرید کی گفت که تو یک کرکتر ذخیره میکنی دیتا تایپ برش گفت کرکتر یعنی 4 دیتا تایپ and 4 how many bytes are there in one character چند بایت است یک است نه C++ یک بود خواه شما 4 در جاوا که است 2 بایت داره 2 bytes سوال در اینجا است که چرا 2 بایت است C++ چرا یک بایت است سیستا شما کدینگ سیستم خوانده بودین اگر یادتان باشه ASCII and Unicode ASCII به چی مانا این کدینگ سیستم است برای هر حرف در هر زبان شاید در هر زبان نباشه برای حرفا ما یک کد داریم مثلا علامت جمع که از کامپیوتر خو علامت جمع را نمیشناسه برای از یک کد داره 43 این را باز تغییر میده در 011101 درست است اگر ما A را ببینیم کدینگ سیستم کد A در ASCII چی است 65 درست است کوچک A را کنشته کنیم 97 اما دو با بالا هر کدامش کد سیستم داره در ASCII چی بود ASCII C++ با بالا ASCII کار میکرد صحیح است ASCII سایزی از او کدینگ سیستم از او خرد است کوچک است تقریبا 120 چند حرف ذخیره میکنه یعنی 120 چند برای 120 چند حرف کدینگ سیستم داره برای هر زبان نداره کدینگ سیستم صحیح است زبانایی که عربیک لنگویجز هستن دری پشتو هندی و دوی چیزا که هستن برای از کدینگ سیستم نداشت شما C++ دری پشتو نشته کنین بتان ایرر میده نمیشناسه کوشن مارک میده اونجا داخل کد C++ به شکل یک پیام نوشته کنین نمیشناسه اولا در جاوا شما نوشته کنین مشکل نیست چرا جاوا بالای یونیکود کار میکنه یعنی کدینگ سیستمی که از طریق جاوا ما هر کد که میکنیم او را در چی تغییر میدم در یونیکود تقریبا 65000 و چند صد هستند کدینگ سیستم داره صحیح است لیکن در ASCII 120 چند هستند خب بسیار یک متفاوت زیاد است بین ASCII و یونیکود درست است چرا که سایز از او زیاد است در جاوا از یونیکود استفاده میکنه به خاطر از او هم 4 که است بجای یک بایت چند است 2 بایت است 2 بایتس اینمی چیز است که شما باید یاد داشته باشید در جاوا چرا 2 بایت است چرا که جاوا از کدام کدینگ سیستم استفاده میکنه از یونیورسال کد یونیکود نه که از ASCII و C++ که از ASCII استفاده میکنه حجم کدینگ سیستم ASCII کوچکتر از یونیکود کلیر اول که بود ASCII بود American Standard Code for Information Interchange and Uni means Universal Code and Coding System that's it صحیح است
حال شما گفته میتونین که در جاوا که ما از کرکتر استفاده میکنیم چند بایت است؟ 2 بایت است. یعنی یک حرف که ذخیره میکنین 2 بایت جای میگیره که 16 بیت میشه. درست است؟ آیا ما میتونیم در کرکتر یک عدد ذخیره کنیم؟ بالکل آفرین، ما میتونیم 65 ذخیره کنیم، لیکن یادتان باشه در کرکتر اصل هدف از یک کرکتر ذخیره کردن است، نه که یک عدد. لیکن اینمی عدد ذخیره میکنه، لیکن در جواب براتان چی را میده؟ کرکتر اینمی کد 65 کد چی بود؟ ای بزرگ. درست است؟ پس براتان اینمی عدد ذخیره میکنه خب با حیث یک کرکتر. یعنی کرکتر اینمی کد چی است؟ ای است. بیاین که ببینیم رن فایل، جواب ببینین ای براتان نشان داد، نه که 65 خود. اگر ما بیایم در اینجا 43 برش میگم، در یونیکود میبینیم که 43 کد سیستم چی است؟ علامت جمع است. خب براتون باید معلوم باشه که اینمی کدینگ سیستم موجود است برای یک حرف، برای یک سمبل. خود دو را خود نمیشناسه، باید در چی تغییر شود؟ در 01. اینمی کدینگ سیستم داره با خود. یعنی هر چیزی که شما انتر میکنین یک کد سیستم داره. درست است؟ و شما سی را نشته میکنین یا علامت سینگل کوتیشن میگیرین، اینمی خود علامت ذخیره تقسیم، علامت تقسیم ذخیره میکنن، نه که کد سیستم یا زورا. درست است؟ خب اینمی چیزو باید یادتان باشه. خود 60 ببینین این رقم ذخیره میکنه، خب به حیث کد یعنی یک کاراکتر براتون نشان میده، یک سیمبل، یک علامت. درست است؟ خب باید چیستن؟ بولین هستن. بولین با چی مانا؟ ترو فالس ذخیره میکنه. این ترو فالس باید ما مثال کنیم. مثلا یو دو بایت که داره، مثلا دیر بیا که یو بایت ده ډیټا ټایپ سایز په څه شي کې ده؟ په بایټ کې ده. اوس شارټ بایټ چې ده، بایټ ډیټا ټایپ خپل یو بایټ ده. یو بایټ کې 8 بیټه راځي، صحیح؟ په 2 بایټونو کې 14 بیټه راځي، صحیح ده؟ ضربه د 8 سره، د بایټ ضربه د 8 سره، دا د خپل معلوم شي. مثال لانګ 8 بایټ نو 8 ضرب دی 8 څلور شپېته ضرب، صحیح ده؟ 8 into 8 صحیح شو؟ 8 into 8 64 بیټس خایم ده، صحیح ده؟ او بایټ چې دی هغه بیا 8 راځي، صحیح شو؟ با 2 سره ضربه وای. دا بولین ډیټا ټایپ ته موږ سره بولین ډیټا ټایپ هستا. به طور مثال ما برش میگم که چی باشه؟ باید بی مساوی این چی را ذخیره میکنه؟ ترو فالس ذخیره میکنه، ترو فالس. یا برش میگم که بولین C is equal to false. این بچی مانا این ما یک مثال کار میکنیم. باز ببینید برای یک فنکشن که شما قیمت روان میکنین او که کار اجرا کرد، صحیح؟ بطور مثال بتام میتونم ما در دیتابیس میگم که دیلیت کو ریکارد ها را فرام student table. یک کیوری است ها، پسانی را میخوانین. اینمی خود که اینمی کیوری که اجرا شد به این معنی که true حالت برگشت داد. برای ما چرا برگشت میتا؟ حالت true برای ما برگشت میتا. این کار انجام شد به درستگی، صحیح است؟ اگر این انجام نشد، کدام مشکل بود؟ ریکارد دیلیت نشد، یا نام تیبل مشکل بود، یا کیوری مشکل بود، این برای ما فالز برگشت میتا. این کار اجرا نشد. این ضرور نیست که برای ما نشان بده، نخیر. اینو ما میگیم true and false. دو حالت داریم، هر شرط یا هر کار یا اجرا میشه یا نمیشه، پاسورد یا درست است یا درست نیست، یک ریکارد یا دیلیت میشه یا نمیشه، صحیح است؟ دیگه حالت خود نداریم، نه؟ یوزرنیم یا درست است یا درست نیست. اینمی خود حالت true false به معنی امی است که کار که اجرا شد به این معنی یا true است و که اجرا نمیشه false است. شما که کندیشن خوانده بودید، conditions if کنترل استیتمنت ها رو دو کندیشن اضافه میکردین، خود کندیشن یا false یا true است، صحیح؟ این دی ما مثال باز میکنیم بخیر. خب خود از او که صرف چی را ذخیره میکنه؟ true and false ذخیره میکنه، بولین. floating point یا decimal points دیتا تایپ که د ویریبل کدام نوع قیمت ذخیره میکنه؟ اعداد اشاریه دار که اشاریه داشته باشه، صحیح است؟
ریل نمبرز هم برش میگه و این متو یک عددی باشه که اشاره داشته باشه. یک ما دو نوع دیتا تایپ داریم به نام فلوت ان دبل که به خاطر ذخیره کردن معلومات یا اعداد اشاریه در یک وریبل. سیس یک فلوت است یکم دبل است. فلوت چند است؟ چند بایت است؟ 4 بایت است. با اینتیجر چی فرق داره؟ که عدد اشاری را ذخیره میکنه. اینتیجر عدد اشاری ذخیره نمیکنه. بیان ببینیم در اینجا ما برش میگم که انت سیست انت پرسنتیج به طور مثال این خب نام وریبل است. ما برش یک اشاری قیمت میتم چی میگه؟ ارر میتا. ببینین بخوانید incompatible types. incompatible type سازگار نیست تایپ اینمی بر اینمی قیمت که شما در پرسنتیج را ذخیره کردین. در سی پلس پلس چی کار میکرد؟ ارر نمیداد، کمپایل میشد، جواب براتان میداد، اکزیکیوت میشد. خب بار اشاره قیمت نشان نمیداد براتان، ارر نمیداد. خب جواب مکمل نشان نمیداد در سی پلس پلس. خب در اینجا ایچ نمیگیره، کمپایلر میگیره که این غلط است، من کمپایل نمیکنم. سیست آل چی میکنم؟ یا دبل بگیریم دبل بگیریم و یا هم فلوت. آل ارر برطرف شد. آل بین نمیره system dot out dot println and then percentage run file. امی 44.5 برتان ذخیره کرده پرسنتیج از طریق در تایپ دبل و پس برتان نشان داد system dot dot println. That's it. آل بین فلوت و بایت یک نوع با اساس شکل و معلومات اشاره دار ذخیره میکنه. خواه دبل که از چند بایت است؟ 8 بایت است. آیا تو مقایسه کنی اینتیجر با بایت مقایسه شوه، لانگ با دبل مقایسه شوه، خودتان میفهمید فرق بین اینمی دو چی است؟ فلوت اینتیجر لانگ و دبل، اعداد اشاری و بدون اشاری. حالا یک چیزی است که شما باید شاید در جاوا با مشکل روبرو شوین اوی است که شما وقتی که دبل گرفتین کدام مشکلی نیست. اگر شما فلوت گرفتین عالم ارر میده، این باید ارر نده، در جاوا ارر میده. ببینید چند نوع که دیتا تایپ هستن که قیمت اشاریه ذخیره میکنه؟ دو، دبل فلوت. اینمی قیمت خود دبل هم ذخیره کرده میتونه. نه جواب چی میگه؟ باید مشخص شوه که اینمی قیمت 100% برای ما مشخص شوه که فلوت است. چطور مشخص کنیم؟ باز اشاریه 44.5 که نشته شده داخلم شما اف اضافه میکنید. خلاص اف به چی مانا؟ ما برای جواب میگم که اینمی فلوت دیتا تایپ و 100% فلوت است. این میتونه که دبل هم باشه لیکن این کدام است؟ فلوت است. اف به معنی فلوت. دبل باشه دی باز دی را اضافه کنین. اگر نمیکنین مشکل نیست دبل. صحیح است؟ اینجا باید واضح شوه که دبل است یا فلوت است. خب با این مشکل حل نمیشه که شما فلوت نشته کنین. نخیر. و این مشکل در کدام وقت میاد؟ وقتی که شما خودتان قیمت میتین به وریبل وقت کد. نه دبل اته بایت ده بس، فلوت سلور بایت ده. دوار اشاره دار قیمتونه ذخیره کوي. خو چې فلوت لیکي ویریبل کې ته به اف اضافه کوي. اف اضافه میکنه. دوار اشاره قیمت اول به څه ضرورت باید فلوت و یا تنها دبل. افغانستان دا خبره کې امدا جواب ده چې دوار اشاره اخلي. خو دلته باید موږ جواب ته دا مشخص کو چې دا فلوت کې اشاره مې ورکړي دبل نه. دا چې اشاره دادیم د فلوت دادیم نه کې د دبل. صحیح شد؟ گوری بیر دایم خواه اینمی قیمت که ما ذخیره کردیم 44.5 ای دبل نمیتونی ذخیره کنه؟ میتونه. فلوت هم میتونه. خب در اینجا که ما نشته کریم 44.5 جواب میگه خب این قیمت خود دبل هم میتونست. آنی فلوت است یا دبل است؟ هر دویشان اشاره ذخیره میکنه. برای ما باید مشخص شود که 100% فلوت است. این را به حیث فلوت ما ذخیره میکنم نه که به شکل دبل. اف نمایندگی چی میکنه؟ فلوت میکنه. صحیح است؟ یعنی ببینید 100% معلوم شد. شاید یک نفر بیاید اینجا نشته کنه دبل. صحیح است؟ دبل. آل نیاز به این است که شما اف نشته کنید. سر که آ دبل یا تایف بیا ایران رازی؟ نه ایران نرازی. خو ګوره یو کس ته وایي چې زه صرف فلوت استعمالوم، صرف فلوت، ډبل باید استعمال نه کوي. ولې؟ ډبل ډیر ځای نیسي او ما ته دومره غټ عادت په کار نه ده. زه باید فلوت استعمال کړم. نو یو کس باید په دې سلف سره پوه شي چې به خامخا فلوت اخلي نه ډبل. او که ډبل بیا چی نه لیکوته؟ نه ډبل چې بیا سم لیک. ببینید فرق خو زیاد است.
صحیح است یک چیز کامن دارن صحیح است فلوت و دبل قیمت اشاری ذخیره میکنه خب فلوت 4 بایت ذخیره میتونه دبل 8 بایت ذخیره میتونه 8 بایت است نه دبل 8 بایت است دبل فلوت 4 بایت است صحیح است نه فلوت 4 بایت است خان فلوت 4 بایت است دبل 8 بایت است کلیر اور که نمی قیمت که ما دادیم خب بسیار کوچک قیمت است میتونه ده 4 بایت هم بیاید ده 8 بایت هم بیاید ما چرا دبل بگیریم برای یک بسیار یک قیمت کوچک صحیح است ما دبل بگیریم 4 8 بایت جای بگیرید شما این خوب نیست صحیح است این ده 4 بایت چه ده 1 بایت هم ذخیره شده میتونه این همی قیمت صحیح است لیکن ما بازم 4 بایت گرفتیم برازو مشخص هم کردیم که فلوت است دبل نیست شما نباید یک نفر بیا اولی ایره تغییر بده دبل باید تغییر داده نشه بلکه چی بده 100% فلوت بده بخاطر اطمینان تان است که نمی قیمت که ما ذخیره کردیم این اشاریه دار است در اشاریه دار باز فلوت است چرا از قیمت معلوم میشه به این معنی 100% قیمت ازو دیتا تایپ ازو باید فلوت باشه خلاص شما تشویش نکنید درباره ازو صحیح است بس فلوت است بعد از اشاریه هر قیمت که میه امروز ازو ما اف اضافه میکنیم خلاص that's it صحیح است جشه نمبر کو یا پرسنتیج تو تبار یا سیاو تاک مستوزا آیا تو جدا جدا څنګه وستل نمبر هغه ورکو سپرینګ ورکو نمبر کو کنه دا نم لا بل ته به ورکو ایج دا ته بل بیل بیل هغه خو سیاو تاک مستوزا سیاو شته نه سیستم ډاټا دا خه ستا خوخه as you wish بیان اینمی فیصدی است ما یک نام میگیرم درست string name مساوی با like احمد نام شد درست امیرم پرنت بریتان میکنه پرسنتیج ببینید تو کانکتینیت کنید مشکل نیست در یک سیستم صحیح است برش میگم your percentage مساوی با پرسنتیج والیزو پلس در یک سیستم دو وریبل ها را پرنت کرده میتونی شما your name خوبی string مهم نبود بخاطر از که واضح شوه پلس name است در یک سیستم تعداد وریبل ها و استرینگ ها معلوم نیست هرچند که باشه اگر شما میگین که واضح شوه در جدا پر گرفته شوه بیان مشکل نیست جدا سیستم ها بگیره مشکل نیست در یک سیستم هم میتونید که شما آوتپوت تمام وریبل ها را ببینید پرینت کنید کلیر رن فایل خب باسی ما در کجا بود در یک لین بریتان پرینت کرد باسی ما در اینجا است اگر فلوت باشه شما در پرسنتیج وریبل یک قیمت ذخیره میکنین 44.5 امروز اف باید اضافه شوه خلاص اگر دبل است یعنی 8 بایت است دبل است شما در اینجا بیاین اف اضافه نکنین دی را اضافه میکنین شما در اف شما مجبور هستین که اف اضافه کنین آفرین این همی سوال است نه بسیار خوب سوال است اگر ما در رن تایم بگیریم از یوزر بگیریم باز چی میکنیم باز اف یا دی اضافه نمیشه باز صرف اشاره دار اعداد نوشته میکنین خلاص اف و دی باز مشخص نمیشه بازم براتون میگم اف و دی در کدام وقت استفاده میشه برای قیمت که شما در دیزاین مود قیمت میتین در وقت کد قیمت مشخص میکنین در وقت اف یا دی را مشخص میکنین اگر نه در رن تایم مشخص نمیکنین ببینید شما در سی پلس پلس در کاراکتر رن تایم یا کاراکتر ذخیره میکنین اگر در دیزاین مود میکنین سینگل کوتیشن میگرفتین نه داخل از او ای را میگرفتین درست است اگر در رن تایم میگرفتین در سی ان باز در سینگل کوتیشن خب نمیگرفتین مستقیم ای را نشته میکنین درست است و همون شکل در جواب با امو درسته اگر شما فلوت گرفتین و در دیزاین مود قیمت برش دادین شما باید اف اضافه کنین باز قیمت اشاری قیمت آمده امرایزو اگر شما در رن تایم فلوت میگیرین اف و دی چیزا مشخص نمیشه اضافه نمیشه باز ما میایم یک دفعه در تایپ ها را بخوانیم هر کدامش در رن تایم چطور قیمت میگیره این را باز میخوانیم این در دیزاین مود براتون مشخص میکنم با خاطر مثال که واضح شوه صحیح است چطور برنت کی کنسول کی څنګه ست سراولې ته قیمت ورته ورکړه زه ته ډایرکټ لل نه واړم فلن مطمئن اوسئ تاسو بخپل پوښی چې اوسه وخت نه صحیح ده ډېر خوندور ده رن ټایم دې قیمت اخیستل لږ صبر وکړئ که څه چې موږ ټول ډیټا وو پیژندل ټول ډیټا ټایپس دا به هر یو رن ټایم کې هر یو چې تاسو غواړئ ته رن ټایم کې قیمت ورکړو صحیح شو یو ټاسک په مېرته درکړه سره دا ارزه په ځان ته نوی ډیټا ټایپونه لري ډیټا ټایپس می بي
بولین شته بولین شته می به مثال نه کړي ولی ضرورت نشته ځکه کله چې یو فنکشن یو کار اجرا کې خپل د بولین قیمت موږ ریټرن کوي په نوم دی ټرو پوه شوي څه شي ډبل هم ویلی وو خیر تاسو بیا هم ریکارډونه وګورئ صحیح ده هلته هم 8 بایټ و فلوټ هلته هم 4 بایټ و د سی پلس پلس هم 4 بایت بود فلوٹ डबल هاش بایت بود انتیجر هم 4 بایت بود شاد 2 بایت بود در اینجا هم 2 بایت است در اونجا سی پلس پلس ما بایت نداشتیم در اینجا بایت داریم که 1 بایت است اعداد بدون اشاره ذخیره میکن شما استرینگ هم داشتین در سی پلس پلس در اینجا هم دارین صرف استرینگ به حرف بزرگ نوشته میشه چرا این باز میخوانیم فعلا ما نمیرم به طرف دیگه که کلاس چی هستن اینپوت چی هستن این ما بخیر میخوانیم درست فعلا شما فوکس کنین بالای دیتا تایپ ها هیچ چیزم نمیمانه و دانا دانا تشریح میکنم بخیر صحیح است خب فهمیده شد شما در اینجا اف اضافه میکنین خلاص شاید در آینده هیچ اضافه نکنین در آن تایم که گرفتین بخیر اف و دی اضافه نمیشه بس استاد یا حالت چه موقع اضافه کنیم مثلا خود خشارت که در اصل باید اصلا جو باز میشه چیزی دید مثلا دیتا تایپ اوس ګورئ ښه اول خو دې نه کوچنی بل ډیټا ټایپ نه لري صحیح ده سو بایټ ده څلور بایټ صحیح شو او څلور بایټ کتاب ډیر وړو کې عادت ذخیره کړي کېدای شي دا بټس کې راشي کېدای شي دا بټس کې خو تا څلور بایټ ځای ونیو هغه کمیږي نه 4 بایټ جای گرفت پرسنټیج د حافظه او عدد که ما کم دادیم کوچک دادیم او جدا گپ است لیکن 4 بایت جای رزرو کرد صحیح است چرا رزرو میکنه 4 بایت شاید زیاد شوه یک قیمت بیا پرایس بیا یک قیمت چیز بیا شما نشته کنه زیاد شوه صحیح است این خو یک سایز فیکس نیست در اینجا که چند بایت است باز یک بایت ذخیره کرده خب 4 بایت گرفتیم در 4 بایت ما 1 بایت ذخیره کردیم نه خیر این خب کم زیاد میشه حالا ما اینو دیلیت میکنیم کم شد این معلوم نیست کم میشه زیاد میشه این 4 بایت شما گرفتین در حافظه در 4 بایت عدد کوچک هم ذخیره میتونین و تا با آخری رنج هم میتونین که عدد ذخیره کنین شما درست است کلیر دبل هم همونطور است اگر شما دبل بگیرین با این معنا یک خوب پروگرام نوشته نکردین شما یک عدد بسیار کوچک است شما 8 بایت گرفتین درست این نباید تو باشه خب بازو چی کدام دیتا تایپ است بازو استرینگ شما خواندین دیت اری رفرنس آبجکتس ایرا در وقت خود زمان خود بخیر میره دیسکس میکنیم درست است اور دیت چی است خوب باشه که اینجا ما دیتابیس کانکتیویتی داشته باشیم صحیح است دیتا انتخاب کنیم اری را بخیر شما میفهمین میخوانیم رفرنس تایپ ها را میخوانیم فانکشن ها و آبجکت ها را میخوانیم یعنی می استرینگ مانده استرینگ ما مثال براتون کار کردم به این شکل احمد درست است درس آینده بخیر ما در انتم قیمت میتیم به هر دیتا تایپش بسیار مهم است این درس آینده بسیار مهم است درست خب این روز خب کمی ناوقت آمدیم ما ناوقت شروع کردیم I think it's enough for today